یک قسمت با این طرف، قسمی دیگر با اون طرف. رفتیم با این طرف. الپرین این طرف. اینجا کسی هست؟ این آدم زخمی است. زود یاری تجلیل رو جر زنید. مرکز زود به اینجا یاری تجلی را روان کنید. یک نفر زخمی است. برین در کجا باشه؟ بار آخر میگویم برو سرته. خودت میدانی که این کارت نادرست است. هیچ کس حق ندارد که این را از من طلب کند. این خیلی باشد گناه از گردن من سال. برای تو را پراندنم در آینده از من مینه‌دار خواهی شد. حالا همین خیلی هر کاری که خواهد کردن گیرید، لیکن من این پلید را از دست نخواهم داد. یکی دیستا که میداند سراغ الپرین را درست گفته یا نه؟ التماس از من طلب نکنید. من دیگر نمیتوانم. آهسته احتیاط کن. یکی با تو میگم صبر کن. سردارم تیر از کمانچه است. سردار عجیب جواب نمیدهد. زود خبر دادن اما لازم. کجایی الپرین کجایی؟ گوش کن. با این زن شاید درباره الپرین خبری دادنش میکنه. تا انیق کردنم صبر کن. به خاطر الپرین. باشد سردارم، تنها به خاطر الپرین. مرحمت جواب دهید. مجبورم انتظار شوم. الو؟ سردار جای گفته‌تان رو دیدیم. دکتر رو پیدا کردیم. زخمش وزنین است. الپرین رو چی؟ متاسفانه در اینجا نیست سردار. چه نیست؟ در آنجا باید باشد. اما جایها رو خوب نگاه کنید. گفتیم سردار لیکن نیست. حاضر با بچه ها جنگل رو میکوبیم. اما جا رو بینید. تاگه هر یک سنگ رو بینید. در کجای نباشد پسرم رو یابید. او را یابید. بسیار دور نرفته است. بیایید بچه ها میرویم. اطاعت سردار. این آدم با من دروغ گفت. در آن جای گفته‌اش الپرین رو پیدا نکردم. سلاحات را پایان کن. دروغ میگوید. برای که من او را نکشم دروغ میگوید. برای جزا نگرفتن و از کار رانده نشدنم دروغ میگوید. اگر خواهی خودت گپ زن. در استخوان تنها دکتر رو پیدا کردم. البته نمی‌آورند. چی انتظاری؟ کش مرا. تو خب شد لعنتی گپ نزن. الپرین در کجاست بگو. سردار، حالا که او یگان خطاگی نکرده است گوی سلاحش را گیرد، وگرنه پسرت را نمی‌یابی. بگید سلاح رو گیره کن. سردارم نزدیک نشوید. التماس من این لعین را میکشم. میدانم که به خاطر الپرین این کار رو نمیکنی. بیا سلاح را ده. با من ده. سردارم زیق نشو. همش خوب میشود. چی شد فرشته مرگ؟ پر و بالت شکست. تو تیمش لعنتی جاغ نزن. با تو حساب من حالا برابر نشده است. قاتل نهایت عجلی تو در دستی من است. لعنتی قاتل. بگید سردارم این نوکس حلیمه را کشت. وجودم میسوزد سردارم. همش از برای من شد. از برای من سردارم. اینقدر خودت را نخو. او بیریخته رو بر نمیگردونی. عقل برای همین روزها لازم نیست مگر؟ سردارم با این زخم دل مگر در انسان عقل میماند؟ خودت را به دست گیر. با خود را هلاک کردن حلیمه رو بر نمیگردانی. بچه ها همه جا رو نگاه کنید. دقت کنید. الپرین کجایی الپرین؟ و همه جا نگاه کنید بچه ها.
Alperen! 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 Kanito! İşte her yer meraklı bu taraf kuvvetli. Oğlum be şuna bir Alperen! Alperen samadı! Alperen! 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 هنوز هم یگون خبر نیست بزرگ میابم میگوید میوبند البته میوبند غم نخورید هنرپا باز کمی دیگر صبر کنید آقای نجیب البته زنگ میزنند من برادرم رو خیلی یاد کردم یو بندو رو انا انیق آقای نجیب الو نجیب با چی مشغولت؟ مشغولی؟ گوشمون در تلفن است انتظار خبری تو هستیم یافتید میتونی؟ نجیب چرا خاموشی؟ یگون چیز گوی یا که الپرین؟ طاقت کن فقط برای الپرین را یافتنمان وقت لازم است چه خیلی وقت میگویی؟ مگر اینقدر وقت نگذشت؟ باز چقدر انتظار میشود؟ نجیب کودک هستم مگر دروغ میگویی؟ حاضر میابیم بدتر میابیم آقا بس کنید آروم شوید هنرپا نجیب تو از من چیزی رو پنهان میکنی التماس راستش رو بگو با پسرمون چیزی شده است تو با من نمیگویی همین طور نه نجیب یگون سخن خوب بگو از کجا میابی این سخنها را مرا گوش کن گوش نمیکنم دیگر وقت گوش نمیکنم این آدم جای الپرین را میداند دیر شود هم میفهمیم اگر با پسرم یگون چیز شده باشد اگر با پسرم یگون الو زنک خوب هستی؟ آقای نجیب هنرپا از خوش اینش باز نمیرسید شما با او باشید آمدن من غیر امکان است در اینجا هر یک ثانیه غنیمت خوب فهمیدم نجیب آقا با شما زنگ میزنم هنرپا خدایا التماس مدد رسان ساق و سلامت پسرم را یابم الپرین هنرپا اوچه جان التماس چشم من رو کشو با خود بیایید اپا الپرین گو بیا جناب تونچر به اینجا باید عادت کنی چون که زود آمدنت لازم می شود من عادت کردن نمیتوانم فهمیدی میجازم نمیبردارد این زولانه تو در دستم زیاد نمیستد اینطور باشد به دهانت زولانه می بندم برید İtaat sakınızlar. Kanın peştero. Peştera. خوب بیا رفتیم باجم چی شد التماس رو با او شوره چه ها میگویی نوربانو چرا فکر بد میکنی با مادرت هیچ چیز نمیشود آروم شو نوربانو از غم همین خیل میشود بسیار وحیمه نکن اول برادرم بعد مادرم نوربانو بس کن گفتم این از پرو نزن شدن نوربانو آروم شو همش خوب میشه نوربانو با کی گفتم نوربانو حتما با پدرم هم یگون چیز میشود بگس و تنها میمون بس خواهرکم همش گذشت انا نگاه کن مادرت به خود میآید انا اوچه چی شد؟ چرا دمای سرم استید؟ هنرپا خوب استید همه رو ترسوند خوبم اوچه جو خیلی ترسیدم دخترم تنها بیهوش شدم چرا گریه میکنی؟ گریه نکن خیر بیچاره چیکار کند هر روز یک حادثه نو عصبای او نیز خراب شدند اوچه گوش کن تونچر دو راه داری
یا چیزی که میدانی به ما میگویی یا ما مجبور میشیم که برای هر دمون این راهی با عقلانه است یا این که زده نه این کارها لازم نیست ما زوری را استفاده نمیبریم اکنون اصولهای نو پیدا شده است که به موی سرت آسیب نرسانده خودت گپ میزنی اما کمی وقت رو میگیرد بنابراین گپ زن گپ درباره حیات یک کودک میرود وقت رو نگیر گپ زن آلپرین در کجاست سردارم او را به من بگذارید با او با زبان دوست داشته خودش گپ میزنم میبینید چکل به گپ میدراید حتی چارمزهایی در کودکی دزدیده‌اش را نقل میکند لعین ابله بگید در این صورت فرق ما او نمیماند توی را میفهمی یا نه سردار راست میگوید به تجربه حرامی بگید شرط دارم اگر جواب دهید میگویم چی؟ البته کمی پول لازم باز چی؟ چپتای تیاره مهمان خانه فرمایه البته 5 ستارگی باشد اتاق شاهانه اگر من این خیل خرید و فروش کنم پس بین من و تو چی فرق میماند به عقل من آدمی هستم که قانون را ویران کنم حتی اگر حیات پسرم هم در خطر باشد و مثل تو بر این حرامی ها خرید و فروش نمی کنم درا سردار دختر به خود آمد گپ زد بله الپرین бандҳои духтурро кушода ёрдамхоҳӣ рафтааст дигар аз ӯ ягон хабаре нест سردارم حبسخانه سلطان احمد را مهمانخانه کردند به این جناب یک حجره شاهانه جدا کنه میگویم اونجا پر بودگی سیگیت بیرم پاشا را مهمانخانه میکردند آنجا را یک بینیم سردارم اما بشره این دیوسیرت با مهمانان آنجا سازگار نمی آید از همه خوبش او را با آدمان مشهور در یک حجره شاهانه جای کنیم حجره شاهانه میزیبد ҳамаи ҷангалро гуфтем сардор лекин наёфтем در جنگل نباشد حتما در همان جایها است لیکن در کجا деҳаҳои атрофро ҳам бинем شما امانده شدید از شما دیگر خواهش کرده نمیتوانم خدا راضی бошад از شما чиҳо мегӯед сардорам мо аз шумо омӯхтем ки ин вазифа на вақт дорад на соат зуд деҳоти атрофро мекобем مثل که زمین پاره شد و با او در آمد در کجا باشد این کودک نجیب دادا کنی الپرین و شما یک خبر خوش و یک ناخوش آوردم تو حال خبر میاری نجیب من خبر نمیخواهم پسرم رو میخواهم رفیق سردار اول خبری خوش را شنیدن میخواهیم چون که به آن احتیاج داریم خبر خوش این که پسرم اکنون در دست وی آدم نیست خدا رو شکر او در کجاست من همین را نمیدانیم این خبر ناخوش او را کشته به یگان چاه پرتافته باشد چی این غیر امکان است هنر وقتی که تونچه استخوان‌ها را ترک میکند الپرین دختر را کشاده و برای کمک بیرون برآمده است در جنگلی کلون به سرش یگان بلا آمده باشد چی بچه ها کوفت و کوف را دوام میدیم من هم میروم من هم همراهی تو میروم من هم میروم رفیق سردار اپای هنر را تنها نمیگذارم خوب با هم میرویم
بچه‌ها شبی درست گفتیم. اکنون امیدمون با مردم همین شهر که خردکک است. لازم باشد با همه یک به یک صحبت کنیم. البته یگان نفر یا دیده یا شنیدگی است. برای کار. İtaat sağlık. Koftukor o devam edin. Raftim başı taraf. Mal bağım taraf. چیکار میکنیم نجیب؟ چیکار میکنیم؟ میکوبیم. دعا میکنیم که در اینجا باشد. ما هم با رنا پرسیدنی آمدیم. اگر یگان نشانه یابیم به شما خبر میرسانیم. فهمو. من هم یگان ویگری شود خبر میرسونم. عثمان به من نگاه کن. لاب بای بیبی چی شد؟ کمی یوریته به من. این کی است؟ از کجا میدونم؟ در جنگل مثل مرده میخوابید. گرفته آوردم یوریده. نه دخترم در اینجا هیچ وقت ندیدم. تشکرم. خب مایلش. نخود یگون بنده خدا ندیده باشم. گوید که دیدم به این طرف رفت به آن طرف رفت. دیگر یگون امیدم نمانده است رنا. چی خال امید نمانده است؟ تا تمام این شهرک رو نکوبیم امید هست. بیاید رفتیم اپایهونه. رفتیم. گیر پسرم. گیر پسرم. نوش. من در کجایم خلا؟ پسرم در جنگل بیهوش میخوابیدی. گرفته آوردم. جنگل دختر آدم از پایم می اومد. او ما رو کشتن میخواهد. آدم نیست. هیچ کس نیست. شیرت رو نش. دادای من پلیس است. من رو میکوبند. من باید روم. پسرم غم مخور. حاضر رفته با نوزیر خبر میرسونیم. تو خواب کن تو به خود بیایی. دادای من پلیس است. او را باید یابم. آدم از پای من است. خدایا این کودک رو چرا شکنجه دادن؟ عثمان لاب بای بیبی جون. بیا رفتیم. تو بیدار شدنش به ناظر منطقه خبر دیم. پسرم بیا رفتیم. آرام شو. مادر در اینجا میخوابد. به وای رسیده با نام او فخر خواهی کرد که مادرت شهید راه عدالت شده است. خلا جان التماس زیق نشوید. آب چشمتان رو تازه کنید. اکا ما رو میبخشید. اتوبوس انتظار است. راه همون دراز است. کودک رو از من میگیرید. این کودک یادگاری حلیمه است. من او را پرستاری میکنم. اکا این کودک حلیمه است. مادرش از حلیمه سیر نشد. مانید از نبیرهش سیر شود. التماس کودک رو دهید. التماس او را از من نگیرید. میدونم که جدا شدن نمیخواهید، اما این زنک شوهرش رو از دست داده است. دخترش رو به خاک سپارید. در زندگیش تنها نبیرهش مانده است. او را از نبیرهش محروم نکنید.
این یتیم را اول به خدا بعداً به شما میسپارم. یگان دشواری یا احتیاج پیدا شود البته مراجعت کنید. من هم اکنون فرزند شما هستم. خدا نگهبانتان باشد. نجیب یگون خبر هست؟ نه از شما چی؟ قریب که همه ساکنان شهرک را پرسیدم هیچ کس ندیده است. از اینها هم پرسیم چی؟ ایرانو چی میپرسی؟ نمیبینی احوالی زن رو؟ نو که بینیش رو با یک عذاب میبینم. گوش کنید اپا، من خبرنگار هستم. کی چی جواب میدهد معلوم نیست. سلام خاله جان. ما یک کودک رو میکوبیم، در همین جای گم کردیم. سوی جنگل رفت و دیگر نامد. شما رو ندیدید؟ پسرکی برابری همین در تن لباسهای تازه اروپایی دارد. چی؟ خاله جان عینک هم دارد؟ نه فقط از جنگل پیدا کردم و پشتم گرفته به خانه آوردم. با ناظری منطقه خبر میدهم. خدا از تو هزارها بار راضی باشد. به دسترسی تو هم رسند. پسری تو؟ بلی اسما. مادر مرا با آنجا ببر. نمیشود. من نزد ناظری منطقه میروم. هر کار شدنش ممکن. این جایها رو ناظری منطقه نظارت میکند. از کجا میدونم شما کی هستید؟ مادر خواته نشو، من هم پلیس هستم. راحت پلیس باشی میشود. این خیل باشد از پشتن بیایید. مادر بیا با ماشین رویم. تو را مانده نمیکنیم. رفتیم. خدا آفرین با تو رانو. راحت بخواب عزیزم. ما آن رزیل را دستگیر کردیم. تو از جنت به ما نگاه میکنی. او باشد در جای پسترین در حبسخانه ها عذاب جهنم را میکشد. آرام بخواب. من باز می آیم. باز درد دل می کنیم. خیر حلیمه. از اونا میترسم. از اونا میترسم. دکتر طاقت کن. تو را از اینجا خلاص میکنم. دکتر طاقت کن. دکتر من در کجایم؟ در کجا؟ دادا آچه اینجا کجا باشد؟ اینجا کجا باشد؟ خونه همین است خاله. البرین در اینجا سازید. گذارید. زنه تو پیش درو. انا در همین جا.
مادر در اینجا کسی نیست؟ آره طبق در جایش عثمان هم دیده بود از این استکان شیر خورده بود در همین جا بود. از کجا رفت؟ از کجا میدونم؟ من هم حیران شدم. شاید ترسیده گریخته باشد. خدایا از عقل بیگانه میشوم. انیق در همین جای ها است. Hey! 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 East! Hey! سلام علیکم امک جان. و علیکم السلام بچه جان. امک جان کجا میروه؟ با کجایی که خواهی به همانجا میبرم. مرکز استانبول میروم. این خیلی باشد شین همراه میرویم. یا خودت تنها در اینجا چیکار میکنی؟ در راه میگویم امک. برگذر شین. درست است که حبیب روحانو رو قصداً کشته. من یکی را کشتنی بودم. پشیمان نیستی؟ نه چرا پشیمان شوم؟ نوبتی تو هستی گید. البته جناب، تز تز به زیارتت میروم. از رایلت من میشوم، پروا نکن. البته یک روز میبرایم. از پیت میشوم. پیشدرا مرا انتظار شو. برمیگردم. درو مرحمت. اپای کیروز هنوز هم خبر نیست. با فکرم الپرین رو نیفتند. به خدا نمیدونم. یگون فکری بد نکنم میگویم لیکن انا اومدند. چی شده با؟ پیدا نکرده باز گم کردیم. یعنی چی خیل خوبتر فهمانید و چند؟ رفتیم در داخل گپ میزنیم. شما از کجا می آیید؟ کودک رو با هوای تازه برآوردیم. دخترم چرا خانه رو تنها میگذارید؟ یگان کس اومدنش ممکن؟ برای غذای کودک با مغازه رفته بودیم. خوب هممون مونده شدیم. کمی دم باید گیریم. بعد یگون فکر میکنیم. بامزه. تربوزتنگی اینقدر بامزه بوده است. من کودک رو میخوابانم. گیره دپای کیروز. دادرم رو باز میدیده باشم. انشالله دخترم. اگر گفته وی زن درست باشد پسر من میداند کارش رو. حس میکنم که به نزدیکی میابیم. میدونید به نظرم گویا که به مقصد خیلی نزدیک شده ایستاده ایم. امروز چی شد؟ با ما هم نقل کنید. خاموش شوید. در روزخانه کسی هست؟ نه اوجا کی می شود؟ استا پلیس!
Alperen? Lapay. Alperen? Bisara bitti. Bisara kral. Nacibin kayola sanitane. Bisar jorna. Dudaraka. Pisara, tu çelme çoma. Pomoshni ro. Ustadan mı pisaram koraşo beduna? Ofarayım mı pisarı şehra? Bisara kral. به فکرم همه در داخلند. به فکرم کسی نیست. سردارم. Alperen رو پیدا کردیم. از کجا پیدا کردید؟ ما رو در آسمان میکفتیم او در زمین بوده است. خوش آمده شیر بچه. Akayigid maro medidi az o odam hech natarsidam. Chikor karda medoni? چیکار کردی؟ Ba chashmoash nigoh karda. Guftam ki tunjar az tu nametarsam. آفرین. Apay Halima kujost? چی شد آقا؟ الپرین جان، اپای حلیمه اکنون با ما نیست. چرا؟ با کاری دیگر گذشت؟ مثل اینکه همین طور. سردارم، 2 دقیقه در باغچه گپ زنان کرده میتوانیم. اوجا وای تونجا راست کو؟ با رویش توف کردم از من ترسی. کم داره گوزنه شب که با گپی تو باور کنم. تو با فکر اون رو زدنیم جان کردی. چرا شلوارت تر است؟ وای آب ریخت. کنی بینم آب است. اوچا این وای چی وای است؟ چی وای؟ وای پای نیست آب. چی میخنده؟ آب خوردن در بغلش ریخت. آب است چی میخنده؟ آب خورده و شلوارش ریزونده است. چرا با الپرن میخنده؟ این به سری هر یک کودک میآید. عجایب است میخندند. بیا رفته شلوارت رو عوض میکنیم. بیا. شرم داشت. چی شد؟ سردارم، هر قدر که به شما تشکر گویم باز هم کم است. مرا از یک راهی خطا گرداندید. اگر وی رزیل را میکشتم البته به حبس خانه میرفتم. حلیمه را هم برگرداندن غیر امکان است. بعداً من هم از آنجا مثل آنها شده میبرآمدم. نه وقتت به جایش اومد. خوب حساب میکنیم که کمی نوز کردی و خلاص. وقت داروی همه چیز است. بس این سال من که رسیدی باز یگان یکیتی دیگر به تو هم ناز میکند. سردارم، صد شکر که الپرین را ساخ و سلامت پیدا کردید. سردارم، اگر اجازت میدادید یک چند روز از این جایها دورتر میرفتم. خیلی خوب میشود. میبینم که احتیاج داری. پسرم، فاتح را به شما امانت میگذارم. تو غمی او را نخور. به کجا میروی؟ نمیدانم، شاید به کوه، به شکار روم. او دقت باش، کسی که به شکار میرود شکار میکند. تشویش نکشید، احتیاط میکنم. یگان رفتاری نادرست نمیکنم. در امان خدا. بدار شدم در یک کلبان. تز گو ریختم.
خوب کردی پسرم. ما هم تو را در آنجا میکفتیم. بعد بر راه بر آمدم یک ماشین بارکش آمد. ایستا گفتم ایستاد. اگر باز 2 دقیقه دیگر انتظار میشدید ما میرسیدیم آقا. ویش رو هم ده. جناب گوی جناب. دادا پسرم تنها باشم بهتر می شود. نجی چرا ماشینی برام میزنی؟ زنک با ماشینی بزدگی سوار شدم. چیکار کنم؟ ببخش بیا من از شما دخترم. نورمانو برادرت رو بزن. پسری مرا کسی با ماشین خودشی حق ندارد زدن. پسرم ماشین حالا میبینی وای تمام آه دادا چی خیلناز رفتیم سر خاموش شوید. چی شد؟ در وقت گم شدنی برادرت گریه میکردی. دیگر هیچ وقت او را نمیرنجانم گفته اینقدر زود فراموش کردی؟ میلش دادا با چرخوفالک میرویم. رفتیم من بعد به هر دست میشینیم. اما اول چرخ و فلک در بالای اسب چخل میشینن بینید و یاد گیرید. دادای منظور ای بس اپات از تو کلانتر است. با جای تشکر گویی این خیل میکنی. میلش رو جنگ نکنید. من با کودک نمیشوم. مانی جنجال آماز اینجا رو بینید. من در سین سالی تو بودم و این لبوز چاه سوار نمیشدم. یک خشیری سفید داشتم و خلاص. البته اینجا شهر است. هاپا از من بالای بالو سلام رسان. احتیاط باش الپره. مایلا چوچه در آنجا یک اسبم بود سوار می شدم با او. خوش پسرکم چکل بود است؟ خوش باتو مقبول؟ خیلی نست. احتیاط کن. بیاد من صورت گیرم. بسیار نقصه؟
آفرین دادا جون. باز یک گل دیگه دادا. اکا به خدا بس بودگیست. یه خانم سوختی مرگن زور بوده ای. اوستا ما رو پسر کور میگوید. خیرت که کور بوده ای. اگر که میدیدی چی کار میکردم؟ نجیب کافیست. گناه هست. با ریسک آدم بازی نکن. چرا با ریسکش بازی میکردم جانکم؟ آدم جویش رو ساخته است، ما هم پولش رو داده بازی میکنیم. خدایا نشانچه خوب باشم چی گناه دارم؟ ینگا گیرید برید شوهرتون رو. بازیچه‌ای که در یک سال میدادم در 10 دقیقه همش رو گیرید. دیگر به اینجا نبیا. شده کنون همین قدر. قربانم بیا میرویم. برای کار استا. بیا زودتر رویم دیر نمونه. دادا یک چیز پرسم. دویم در برای اونجایی که شما کالون شدهید نقل میکنید. لیکن ما اونجا رو ندیدیم. با خدا دادا ما اینجا رو ندیدیم. مالش پسرم میبرم. برای چی نبرم؟ ما رو با آنجا برید. دخترم آذربایجان جایها دیگر شده است. فرمای اسب ساختن. از پیشترش نشانی نمونده است. بابای سعیس هنوز اونجاست. بچه ها رو نرنجا. با همین بهانه بابای سعیس رو هم میبینیم. مالش این خیلی باشه. دوستت میدارم دادا جانی عزیزم. فهمیدی اپا؟ دادا یکی میشود. اکا پیشت رو نگاه کن. تو هم پیشی پایت را نگاه کن وقتی که راه میگردی. خدایا آدم بین هم گناهکار است و هم زوری میکند. مالش برادر ببخشید. بیایید. آقای کبوتر در جای گفتتان هستم. خب در اونجا یک ماشین سفید امریکایی است. دیدی؟ دیدم. برون اکنون به سوی و ماشین رو. مایلش. در پایان چرخ قفا کلید رو گذاشته ایم. میبینی؟ کلید در دستم. اکنون باغاج را کشو. در سمکه است؟ هست. چیزهای لازمی در سمکه است. چخیلی که صحبت کردیم به کنسولگری حمله میکنید. مسئله این شب را فکر میکنیم اگر به شما سازگار باشد. بله جناب میشود. حمله را از نام تشکیلات میکنید. خبرنگاران پلیس و دانند که تشکیلاتی ما کرده است. فهم آقای کبوتر.
اینجا چه خیلی زیبا بوده است. انا رسیدیم. دادا اینجا در حقیقت هم زیبا بوده است. از رو بینیدن؟ بسیار زیبا است. اینجا از ما بود. پیش از سوختن انا در اینجا خانه بود. دادا بابایم همین قدر بای بود. این زمین ها از بایگری دیده یادگاری اجدادی هند. چه روزهای عجیب گذراندیم در اینجا. وقت مثل آب گذشته می رود به خدا. دخترم به این خاکساری پدرت نگاه نکن. اولادی پدرت کهنه‌ترین اصیلزاده های استانبولند. بابای بابایش ناظری سری چابک سواران نجیب پاشا بود. انا اکنون فهمیدیم. بیایید بابای سیس یعقوب رو بینیم. اگر در اینجا باشد او به شما همشون نکنید. شب در نوبتداری کنسولگری تنها یک پاسبان می شود. بلش شما از اینجا می روید. خودتان را نمایان نکنید. غم نخور جوره، در برفهمیزی پایم نمیماند. دوامش معلوم است. قیامت قایم می شود. چقدر مرگ و زخمی شود همانقدر خوب است. اکای برون اگر دیگر پاسبان ها شوند چی؟ اگر نتوانیم چی؟ می توانید. برای مبارزه برای آزادی می توانید. شاید میترسی ازگور؟ چرا میترسم؟ من جانم را فدا میکنم. رفتیم نمایان نشده. مایل شکه من با دانشگاه روم. در بوفت اعلاننامه میچسبم. رفتیم. خب خوش باشید. ببخش که دیر کردم. کجا شدی مظفر؟ از بیمارخانه می آیم. کودکم باز بیمار شده است. پول هم ندارم. باز این غم به سرم آمد. می داشتم به خدا می دادم لیکن 5 تنگه هم ندارم. تشکر با تو. باز چیکار کنم؟ از اکای نجیب میپرسم. سلامت باشن. هر وقتی که پرسم نه نمیگوید. خب میلش تو رو من نبود رو قبول کنم. برای کار با تو. همک این اسب میمورد. گوش کنم نکنم فرق ندارد. این آدم نابینا است. دادا التماس اسبم نمورد. دخترم نگاه کن بایتور خیلی کسل است میگوید. چیکار کنم نشد دیگرش را میگیریم. این اسب یگان درد ندارد. شما خوراکش را عوض کردید. من گوش کنم من چگونه خوراک اسب میمورد. گوش کن پسرم. از سین سال تو دیده من اسب بسیار دیدم. حیوانی کسل را از بویش و آوازش میشناسم. این اسب یگان درد ندارد. ببخشید چخیل گویم نمیدانم. با این اسب دین بیگاهی نافهمیده خوراک شب مانده داده بود. چی؟ همینم کار شد و نترسید. به شمشک چیزی نشده است. توپگو از رویش میخیزد. تشکری زیاد آقای یعقوب. شما نمیشودید به این عالمان نوبرآمد باور میکردیم. آقای یعقوب هنوز در اینجا هستید؟ همین اسب من شاه مردان رو میدیدید؟ شاه مردان؟ بله شاه مردان. اسب آقای اینجا علی. نجیب تو هستی؟ خودش. وای چند سال شد آوازت رو نشنیدم. چه هستی؟ شکر خدا و سلامتی داگویی. تنها نآمده ایم. کودکایم در اینجایم. کودک ها؟ این الپرین. ماشاءالله. این هم نوربانو. ماشاءالله
من همسرم خانم هنر. خوش آمدید، صفا آوردید. سلامت باشید محترم. بید از این طرف گذارید. بید. گیر دخترکم طبقره‌ها با آن میز بر. وای دخترکی با عقل من کلان شده است، به مادرش کمک میکند. آهسته تر بر. مرحمت سمبوسه پنیری و شربت. نوشی جون. سلام کیروس. اپای هنر نیستند؟ چی شد رانو اینقدر بر وقت آمدی؟ امشب برنامه یکمی موسم نو را آغاز میکنم. نه خود اولی جناب، موضوع یکمی برنامه چیست؟ فعالیت تشکیلات‌های غیر رسمی در دانشگاه‌ها. درباره آن که چطور جوانان را فریفته به دام خود می‌افکنند، امشب سری آنها را فاش میکنم. البته رانو جان این کار رو کن. در روزنامه خوندم کودکان را فریفته تروریست میکردند. میکنن نگاه کنی پسری من اولش به ناموس ها فریب کرده دلش را یافتند. پسرم از دست رفت. دخترم تو را خدا فرستاد. به خدا از سحر باز از این پلیس خانه به اون پلیس خانه دویده گشتم. 10 روز باز نیست، نه به خانه میآید نه به دانشگاه. در کجا میخواند؟ من هیچ کس ندارم دخترم. تو یک خبرنگاری کلان هستی، قربانت شوم، به من یاری کن. خدایا چیکار کنیم؟ از همه دوره خوب زندگیمون در اون پاروی حیوان باز در دانشگاه میخونیم. اگر این تقدیر باشد وای بر حالمون. بابا جان، کارهای گفتگیتون رو اجرا کردم. اگر دیگر کار نباشد به درس روم. ایستاله به درس میروی. نگاه کن به کلبه ما کی آمده است. کی بابا جان؟ نجیبه که دربارش نقل میکردم. این نبیرم یوسف، دانشجوی فکلته حقوق. خیلی شدم. سلامت باش. نجیب پسرم تو چی کاره ای؟ پلیس هستم پدر، سردار امنیت. بابا جان داروهایتون رو آوردم، گرفتم بچه جان. داروها رو میخورید همین طبنی؟ دکتر تاکید کرده بود حرارت دارد لیکن پروان ندارد. جدی نگاه کردنمون در کار. اکای نجیب مایلش من به دانشگاه. یعنی در فکلته حقوق میخوانی؟ هم کس بوده؟ وظیفه همون رعایت قانون. میدونی از تو پروکورور خوب میبراید. دولت به تو بر این جوانان احتیاج داره. دیر میمونم. با من اجازت؟ باز انتظارم بیایید. البته. با اسب سوار شدن خواهی اکای یوسفه در همینجا، فهمیدی؟ بیا ما هم گذاریم. من هیچ کس ندارم دخترم. تو یک خبرنگاری کلان هستی، همه تو را میشناسند، در تلویزیون کار میکنی. به من یاری کن دخترم، قربانت شوم دخترم. یگون کار کرده میتوانی رانو؟ البته میتوانم. خدا تو را به من فرستاد. هزارها بار شکر. اپای خدیجه، شما رو امروز در برنامه مهمان میکنیم. چیکار میکنم؟ یعنی شما رو در تلویزیون نشون میدهیم. شنیدی دخترم؟ رانو اپا جانم. دخترم من در تلویزیون چیکار میکنم؟ چی واقعی که به سرتان آمده است نقل میکنید. مسئولان رو برای اجرای کارشان تاکید میکنید. آخر شما بر این حکم نیستند. مادران مثل من جبر دیده بسیارند. شما دهان و گوش جبر دیدگان میشوید. آواز آنها میشوید. راضی هستید؟ البته میتوانم. چرا نگویم؟ انا این کار هم حل شد. رفتیم به استودیو. حاضر میرویم؟ بله البته حاضر میرویم. رانو عکست رو در این دیوار آویزون میکنم. اگر پرسند میگویم که این خبرنگاری مشهور دوگانه هم است. تو نغمه کردن گیر چون که قرضدار هستی. من یک سمبوسه و یک نوشابه گرفتم. خدیجه اپا بگذار دفعه اول از حساب ما چرا نمیگیری؟ گیر دخترم. میشود نوشی جون. دفعه آینده میگیرم. تشکر. خدا از همه اتون راضی باشد. با شما برای کار. رفتیم. برنامه شب ساعتی 9 باز فراموش نمیکنم. خیر. بازدید. خیر. بیا کارمون رو دوام دهیم دخترم. نجیب احتیاط باش.
به خدا داده مثل اصل زاده های تاریخ بوده است. دادا التماس من رو هم سوار کنه. نجیب با دقت باش، ما رو خواطر نکن. نترس خردکک بود وقتی که به اسب سوار شد. در بالای اسب کلان شده است. با اسب می رفت. چند ساعت بیدرک می شد. مثل که حاضر دیگر شده است امکی یعقوب. حالا هم بیدرک می شود. همه در فکر می مونیم. بابا جان ممکن شب دیر آیم پس از درس کمی کار دارم. مایلش پسرم خدا توفیق دهد. های نجیب اوچه اپا هم به فکر فرو رفت باز نگوتد. تو چی میشی؟ الپرین تو بیا یک در زده برایم. سوار بشوم. نجیب کودک رو احتیاط کن. باری اول نشیند نگاه کن. زنه غم نخور هیچ چیز نمی شود. نجیب مالا خوب است سیبسن. مالش کنی احتیاط کن. مایلا چوچه خوب خیر تا بازدید رفتیم خوب خدا چی خیر. باز در امتحان صد امتیاز گرفتی حلالت باد. تشکر. خیر تو دیدن باش. ها غفصه رو ندیدی؟ در بوفت مثل هر وقت خورده ایستاده است. تشکر. خب خیر نباش. چه خیلی غفصک؟ کمتر خور میکفی. نگاه کن عروست اینجاست. مکتوب رو میدهی؟ میدهم هرچی بود. این خیلی زندگی کردن نمیشود. هر وقتی که چشمم رو میپوشم او رو میبینم. خواب روم او رو فکر میکنم. بیدار شوم او رو فکر میکنم. دیگر چاره ندارم. که او چشا پرد جانت رو میگیرد مگر میبینی راضی شد. های استاد جوان اینجا کوچه نیست. چیزی که خواهی آویزان کردن گیری. اینجا دانشگاه فکر و رفتار آزاد است. برای تو رفتار و فکری آزاد است، اما اینجا جای کاری من است. اگر یک چیز آویزان کردن خواهی رفته امضای رکتور را گیر. مرا از نانا محروم نکن. ما برای تو بر این آدم‌ها کار میکنیم. تو رفته با فاشیست همکاری کن. بیشکی ها شالود. فکری تو به دلبر است، اما اولش باشد در فکری تو است. کسی آمده یوسفی من، چابوکی من، ماهیری من میگوید. من اولش رو حاضر؟ من رفتم مکتوب رو دهم؟ تز من همراهتم. یوسف برادر تو هم اشراف شدن میخوری؟ در این دختر چی دیدی نمیفهمم. تو یک مهنتکش عادی در آقل کار میکنی. آنها مثل شلوک خون نمکن. اولاش با سر نکن التماس. مان این کارها را برادر با گروه ما داخل شو. ما یک طبقه ایم. صفی ما زیاد شود. بسیار گپ نزن. دردی من دیگر است برادر.
داداجان آفرین آفرین اولی نجمی جانو التماس با دقت باش التماس بیا فروید اکنون بیز جانور خوراکنون بیا پسرم بیا بیا پسرم یوسف تو را خوب نگاه میکرده است بچه خوب بر این است درسایش هم خوب بوده گست انشالله درسش خوب و زمانی وزنیم جوان است احوالمان معلوم و دل آرزوها دارم دستی نارسا دارم ما هم نمیدونیم فردا پس فردا کودک ها کلان میشوند چیکار میکنیم نمیدونیم پدر یعقوب یوسف یگان مشکلات ندارد دارد با من نمیگوید با رفیقانش گپ میزد میشنیدم یک دختر رو نزدید است او بای دختر بوده است مثل فیلم بگو دختر بای بچه کم بغل از کم بغلیش ناراحت است او هم حق است محیط اطراف چنین است از دستی من چی میآید من برای چی هستم پدر یعقوب من هم پشتیبانی او میشوم همینطور فکر نکن کم کم به دانشگاه رفته از احوالش پرسان میشوم خدا از تو راضی شود خیلی خوب میشد پسرم بیا رفتیم رفتیم بچه ها میرویم اکنون رفتیم بیا حیران نشو ببین عشق افلاطونیت اومد این با من چی سلام دلبر دارد موضوعهای درس رو یادداشت کردی کاری با من ده؟ چیکار کردی نرس با من ده آخه چیکار میکنی با من ده ای بس با من ده وای برای دختری هستم زیبا با دلبر نوشته شده است ته این مکتوب رو گفتم چرا عجله میکنی یک جایه میخونیم مردم ما قصه لیلی و مجنون را دوست میدارن دلبر چند وقت باز میخوام با تو حقیقت رو گویم من تو را دوست میدارم چی کار کنم اینا بینا اینا بینا چقدر بی‌ناموس بوده ای حمله با تو شروع شوید سکای برجوه لعنتی ها یک طرف ایستید یوسف بیا با تو گفتم برادر من با تو نگفتم مگر اینها انسان نیستن ایستو عشق و محبت رو اینها نمیدانن اینها فاشیست هستن دادا با من هم دیه من گیر پسرم یک تو باز یک تو انا یا ای وای آخرین کسومت را در راندی اکنون از دستانت میبوسم خانم هنر شب میدوزم فکر نکن بابای سعیز چند سال شد در اینجایت در اینجا تولد شده کلان شدم وقتی که مایده بودید اینجا چه خل بود چخلی که میگویند نقل کردن نمیشود زندگی کردن در کار مثل مثل بود البته تا سوختن اینجا خیلی سوخت سوزاندند شیطان ها دیدن نتوانستند بخیلی کردند سوزاندن در اینجا کلام وجدان خوب میشود کی سوزان اینش را از پدرت پرس فاروق حسن دوست نزدیکم بود پسر مدیر فرم بود برادر جانی بودیم من چنین فکر داشتم مگر من نمیخواستم که در چنین جایها خانه داشته باشم یا اینکه زندگی بکنم انسان ها به داده شکر نمی کنند چشمشان سیر نمی شود هرچی بیشتر می خواهند هم خودشان را هم اطراف را می سوزند این حسودان تا نسوزند راحت نمی شوند حضور در کجا است ویودم این جای را علا میزنم گفته خودشان در آتش سوخت بعد از سوختار را پیدا نکردم خیریت که کور شدم این احوال را دیده نمی توانستم
نجیب بگو شو دیر می شود. با ما اجازت پدر یعقوب باز میآییم. اختیارتون همیشه انتظاریم. رفتیم بچه ها. رفتیم بچه ها. رفتیم. یوسف این رو گیر. تو فرزند مهنتکش هستی فهمیدی؟ با اینو تو چیکار داری؟ اینا همه‌شون غیر از پولهای پدرشون رو نشان دادن دیگر هیچ چیز نمیدونن. وای دختر مگر به تو نگاه میکند؟ چرا نگاه نکند؟ اینها تنها به طبقه خودشون رفته و دارن. باوری دارن که قوت در پول است. اگر وای دختر رو اسود کردن خواهی باید با قوت باشی. اینقدر غیر نکن، سرم گیج کردی. تو لگد رو خورده همیخی نشینی. لگد زده قانون رو من نشون میدیم، تو غمش رو نخور، فهمیدی؟ چی کار میکنی ها؟ تو یک لگد میزنی و دو دندانش رو میشکنی، بعد بازارها برد میکنن. مثل تو برای این آدمها رو زیر کردن رو دوام میدیهن، با اینها تو لگد یک لوم نزنی نمیشود. تو چی ها میگوی؟ در همه دانشگاه شرمنده شدم، تو باشه انقلاب میگوی. خوب نیست، من تو رو وزیر همه دانشگاه ها میکنم. گوش کن، تو رو امشب در مرکز صنعت انتظار میشم، فهمیدی؟ عمیق بیا، برای تو کارهای خوب زیاد است. شب انتظارم، این رو گیر. شب انتظارم، فهمیدی؟ قصد این لگد رو یک از همتون میگیرم، پسرونی طبقه بالا. برنامه رانو کی سر می شود؟ برنامه مستقیم است نه؟ بله با فکرم ساعت 9 سر می شود گفته بود. یگید کجاست؟ چند مدت است نمی نموید؟ یک چند روز اجازت گرفت با کوه با شکار رفت. نجیب با ما هم یک تعطیل لازم است. انا اپای رانو. اما سر شد جیم شوید. برنامه اولین موسم نو را آغاز میکنیم. چطوری که میدونید مسئله جوانان در کشور ما موضوع مهم است. متاسفانه جوانان بیکار و نادان و ساده‌دل هدف بعضی تشکیلات‌های غیرقانونی و اشخاص سیاه‌دل می‌گردند. امشب در برنامه درباره یکی از جوانانی که به دام چنین تشکیلات‌های غیرقانونی افتاده است نقل می‌کنیم. در اینجا مادر این جوان حضور دارند. مرحمت خوش آمدید به برنامه ما. ببین چخیل مویش زیبا شده است. بله لباسش هم خیلی زیبا. اپای رانو اینقدر زیبا شده است. بس در اینجا مادر دلسوز است. شما لباس و موی میگوید. ای بس. راست میگوید کودک. رانو برنامه رکلام میکند مگر؟ میلش نمیمونید که گپ زنیم. خاموش شدیم. خواهش میکنم که با ما درباره چی طور به دام این تشکیلات اما که نجیب سرا آن دستگیر نمیکنید. ما دستگیر کردن تمام نمیشود. کدامش رو دستگیر کنیم دخترم؟
در جای است. دستت را بردار. ایستا اکا توفنگت رو گیر. من محمود چوپان گوسفندم گم شده است. او رو میکوبم. یا خدایا از کجا میدانم ناگهان پیدا شده. دمگیر چای دارم می نوشی؟ مایلش به خدا. در خنوکی شب استخوان هم گرم می شود. مرحمت چای. چی شد اکا؟ در این جای به آدم چی میکوبی؟ ما هم مثل گوسفندی تو از رحمت جدا شدیم. کو بینیم احوالمان چی می شده باشد. اما اکا میگویند از رحمت جدا شدی گرگ میخورد. ما خودمان گرگ هستیم شیر بچه. کسی که ما را نمی شناسد خوب، کسی که شناسد پشیمان می شود. به خدا تو یگان درد داری. صبر کن. پسرتان رو چی طور گم کردید؟ دخترم آنها شیطانند. هزارها بهانه کرده پسرم رو از راه زدند. ما فقیر هستید. پول دادن به او. آنها در روی دیوارها هرچی می نویسند. آنها کارشان رو میدانند اکای نجیب. جوانان رو فریب میدهند. گناهگار پدر و مادرشان است. تنها به درس روان کردن کار تمام نمیشود. این بیچاره زنک چیکار کند حاضر؟ آخر زوری وای به چی میرسد؟ من عموما میگویم کودکانی که به مهر کلان میشوند عشقشان را در دیگر جایها میکوبند. باز چی باشد؟ این عکس من است. عکس پسرم. من عکسای نو گرفتم با شما نشان میدیم. معلش. اوه مظفر در کجا هستی؟ آقا چی خیلی که میدونید نوبادار هستم. ببخشید شما رو ناراحت کردم. استغفرالله مرحمت. با شما فوراً واخوردنم لازم. چه شد؟ یگان کاری بد نشده است؟ وقتی که شما آمدید بد گپ میزنم. معلش نباشد حاضر میآیم. زنک من لباس هایم رو عوض کرده به نزد مظفر میروم. کنی آمکد رو یک بوسه کن. اپا مظفر این کیست؟ یک یتیم بچه است. نجیب فرشته نیکوکار کو بچه را گرفته پلیس کرد. اکنون سردار نجیب میگوید تنها. چی شد پسرم؟ در این به وقت کجا می روی؟ کارت چی؟ با تو چی؟ در اینجا در درون پرروها ایستاده بیزار شدم. در دانشگاه حتی از بوی به من هیچ کس نزدیک نمی شود. بس اکنون می روم. پسرم این خیل نگو. ما کار بیشرمی نمی کنیم. لقمه همون حلال است. بعضی ها همین را هم ندارند. عشقم همون سیر است. عادت کرده چکر گفتن رو. گویا که این گپ شکمتون رو سیر میکنید. چی کاری که میخواهید کردن گرید. من رفتم. کنی به این تشکیلات روم بینم که لگت انقلاب رو چخیل میزنند.
سلام علیکم برای کار نجیب علیکم برسلام سفر الله مرحمت این طرف بذاریم چی گپ کنی نقل کن اینجا است چی درد داری کو بگو امشب دیر شد فردا هست مرحمت نوش جان شود چی شد؟ سلام علیکم کیرو میکوبه برادر؟ اولاش گفتن یک برادر رو میکوبم در مولا است انتظار شب جیغ میزنم دیدید آزگوری گفته اتون ترسی ناومد دیگر کس را یافته نمیتوانی در این به وقتی کی رو یابم اکا نشود تنها میروی این کار شب انجام مییابد حادثه را از نام تشکیلات من با عهده میگیرم فهمیدی اکنون در بالا بودگی ها به ما بهای اعلا میدهند بیا اولا شکه در پایان تو رو میپرسند مایلش تو را حاضر میایم مایل شکه اکا با فکرم یوسف آمد یوسفت کیست برای کاری ما یک آدم برای کاری ما پیدا کردیم آدم را دیوانه دو بمب با پرتافته انقلاب بازی میکنن بیعقل اکا میدونی زنم نو کودک تولد کرد خرج اجاره باز خرج کودک زم شد خیلی قرضدار شدم با این معاش در این زمان خیلی مشکل است غم نخور حال میکنیم چقدر لازم است اکا از نوباداری برآمده کودک رو با دکتر میبرم ببخشید به خدا شرم میکنم شما نمیبودید به این روزها نمیرسیدم با یاردمتون آدم شدم خانه‌دار شدم مالش گذشته رفت ببین یک پلیس مثل شیر شده ما ناروزها را چقدر لازم است گپ زن جون یوسف چقدر کاری خوب کردی که آمدی من یه بار اومدم کجا میرویم بیا با تو کارم است کجا میرویم گپ زن راه گرد میفهمی رفته اکا با کجا رفتنمون رو نگویی به من جواب چقدر آدمی سرجاغ بوده ای امروز نفرانی که تو رو لگت زدن ما هم آنها رو لگت میزنیم یک لگتی فراموش نشونده چیکار میکنیم من چیکار کردنم رو میگویم با ما هستی یا نه کنی بگو ها آره همین خیر اکنون با من بیا اکا اگر با شما لازم باشد من از دیگر جا میابم این چه گپ مظفر در زندگی غیر از دوستان دیگر هیچ کس نیست در روزهای سختی یکدیگر را اگر دستگیری نکنیم کی میکنیم با ما خیلی مختلف اکا شما به همتایید انا لگت رو به همین جا میپرتویم با کجا انا به همین پلیس ها فهمیدم لیکن در اونجا پلیس ها در اینجا چیکار میکنیم لگت انقلاب رو میپرتویم برای مبارزه همون از این خائن ها سوال جواب میکنه چه خیلی انقلاب چه خیلی مبارزه ما رو میکشن آخر اینها چی گناه دارن چیکار کنم باید پلیس نمیشدن در جایی که بمب میپرتویم نیستند تقدیر همین است تو کمی در اینجا استا من از وای بانکمت پول گرفته میایم اکا از شما منت دارم شد نگاه کن یک تاش خسته میرود بختش بلندی کرد یکم به عقلی نکرده بیا از اینجا رویم تو هم مثل من تنهایی مگر زن و فرزند نداری هنوز نصیب نشده است اما یک دوست دارم که همدم من است همین طور کی هستی انا همین اکا در دنیا یگانه چیزی که دارم انا همین نباشد نواز که به جراحتمان درمان شود
چی کار میکنیم؟ با من میگوی یا نه؟ گفته بودم کو بسیار گپ نزن، محشر میکنیم، همه رو خونالود میکنیم. عقلت رو خوردی مگر؟ کدام خون؟ او این آدم بیچاره چی گناه دارد؟ شاید صاحب زن و فرزند است، تو میفهمی؟ نباشد میترسی؟ برای شهید انقلاب شدن مردم عمل میکند. ببخش، لیکن من در این کار همراه نیستم. اکنون خیلی دیر شد. با من یاری داد میگویم. از حادثه خبردار بود میگویم. بچی بلا تو مرا گرفتار کردنی. گیر این را با سرت پوش. این از کجا برآمد؟ تروریست هستیم ما. خیلی بسیار گپ زدی. این را پوش. خردسندی سر بشود. اینها کی باشند؟ مسافر احتیاط کن. اوی نکای نجیب است. سرد دستم را. مرد فاشیست ها. زنده باد مبارزه انقلابی. زنده باد مبارزه انقلابی. گرفتیم. زود بفرستیم. زود. حامیان فیلم